اجازه بدیم به عنوان اولین مسئله اثبات کنیم که حد در صورت وجود منحصر به فرده. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم f تابعی باشه که از r به r تعریف شده. پس یه تابع هست که از r به r تعریف شده. یه نقطه‌ای مثل a داریم که میتونیم بررسی کنیم که آیا تابع در اون نقطه حد داره یا نه. به این معنی هست که f در یک همسایگی از اون نقطه، همسایگی محذوفی از اون نقطه تعریف شده. پس a یک عدد حقیقی هستش و یه r بزرگتر از صفری وجود داره که دامنه f شامل a منهای r تا a به علاوه r منهای احتمالاً این نقطه a هستش. حالا میخوایم بررسی کنیم که آیا حد منحصر به فرده یا نه. یعنی صورت این قضیه این هستش که حد یک تابع در صورت وجود منحصر به فرده. خب وقتی میگیم در حد یک تابع یعنی بالاخره در یه نقطه‌ای داریم محاسبه میکنیم اون حد رو دیگه، پس یه آیی باید داشته باشیم. پس قضیه اینه که حد تابع در صورت وجود منحصر به فرد است. یعنی این مفروضات برقرار باشه. بعد فرض کنیم که حد fx x وقتی به سمت a میل میکنه برابر l و از طرف دیگه برابر l پریم باشه. حالا اینو چجوری باید بنویسیم؟ بنویسیم که به فارسی من بنویسم حد تابع f وقتی x به سمت a میل میکند برابر l و l پریم باشد و نیز l هم مخالف l پریم باشه. اسم این چی میشه؟ این میشه فرض خلفی که ما داریم میکنیم، چون ما در حال اثبات این قضیه هستیم. میخوایم برهانش رو بگیم. برای اینکه برهان رو بگیم میتونیم خلافش رو فرض کنیم. ما میخوایم بگیم منحصر به فرد، فرض کنیم منحصر به فرد نباشه. پس برای برهانش ما با این فرض خلف شروع میکنیم. خب میتونیم حالا دوتا تعریف رو بنویسیم. دوتا تعریف چی میگه؟ اولی در مورد L و L پریم میگه هر اپسیلونی که شما در نظر بگیرین که بزرگتر از صفر باشه براش یه دلتایی وجود داره که من اسمشو میذارم مثلا دلتا 1، به طوری که به ازای هر ایکسی اگر قد مطلق x منهای a بین 0 و دلتا 1 باشه آنگاه قد مطلق fx منهای l کوچکتر میشه از اپسیلون. درسته؟ از طرف دیگه میتونیم بگیم به ازای هر اپسیلونی که شما در نظر بگیرین یه دلتا 2 وجود داره به طوری که به ازای هر ایکسی اگر قد مطلق x منهای a بین 0 و دلتا 2 باشه آنگاه قد مطلق fx منهای l پریم هم کوچکتر از اپسیلون میشه. این برای هر اپسیلونی برقراره. هر عدد مثبتی رو میتونین در نظر بگیرین. از جمله ما میدونیم که l مخالف l پریمه، پس میدونیم که قدر مطلق المنت های l پریم مخالف صفره و چون قدر مطلق بزرگتر از صفره پس قرار میدهیم اپسیلون باشه 1/2 قدر مطلق المنت های l پریم و میدونیم که این بزرگتر از صفره. قاعدتاً این جمله رو باید اینجوری بخونیم. قرار میدهیم اپسیلون 1/2 قدر مطلق المنت های l پریم باشه که میدانیم بزرگتر از صفر است. یه وقت اشتباهی فکر نکنیم این میدانیم بزرگتر از صفر است داخل پرانتزه. فکر نکنیم ما قرار میدهیم اپسیلون بزرگتر از صفر باشه. نه، ما قرار نمیدیم که اپسیلون بزرگتر از صفر باشه. قرار میدیم که اپسیلون باشه 1/2 قدر مطلق المنت های l پریم، اما میدونیم تو پرانتز که این عدد بزرگتر از صفر هستش. حالا دیگه این مصطلح هستش که خلاصه نویسی میکنن، اون پرانتز رو دیگه اونجا قرار نمیدن، ولی باید توجه بکنیم که منظورمون این نیست که قرار میدیم این اپسیلون بزرگتر از صفر باشه. حالا با همین اپسیلونی که در نظر میگیریم یه دلتا 1 و یه دلتا 2 موجوده که این دوتا گزاره شرطی برقراره. حال پس میتونیم بگیم که پس دلتا 1
و دلتا 2 موجود است. موقع نوشتنم حالا اگر که این جزئیات نوشتن رو که من میگم رعایت کنیم باعث میشه که هم زیباتر می نویسیم هم دفعه بعد که میخونیم راحت تره. ببینید من میگم دلتا 2 ای. اگه میگفتم دلتا 1 یه دونه یه میذاشتم، میگم دلتا 2 ای چون با او تموم میشه 2 تا یه میذارم. بسیاری به خوندن شما داره که چجوری اینو بخونین. نه ممکنه شما بگین که دلتا 2 بزرگتر از صفری، اینا اینجوری می نویسین دلتا 2 بزرگتر از صفری. ممکنه بگین دلتا 2 ای بزرگتر از صفر. خوندن شما باعث میشه که چجوری بنویسین. در هر صورت پس دلتا 1 و دلتا 2 موجوده که این اتفاق رخ میده که این ستاره و 2 ستاره برقراره. نه که ستاره و 2 ستاره برقرار. من دوست دارم دوتاییش با هم برقرار باشه. چه اتفاقی میفته که دوتاییش برقرار باشه؟ اینی که هم دلتا 1 میخوام هم فاصله x تا a از دلتا 1 کمتر باشه، هم فاصله x تا a از دلتا 2 کمتر باشه. اگه بخوام از هر دوتای اینا کمتر باشه باید مینیمم این دوتا رو در نظر بگیرم. با فرض دلتا مساوی مینیمم دلتا 1 و دلتا 2 که بزرگتر از صفره، میدانیم که بزرگتر از صفره، برای هر x اگر قدر مطلق x منهای a بین صفر و دلتا باشه، چون دلتا مینیمم این دوتاست پس هم از دلتا 1 کوچکتر مساویه هم از دلتا 2، یعنی هم گزاره شرطی اول که اسمشو ستاره گذاشتیم برقراره، هم دومی که اسمشو 2 ستاره گذاشتیم برقرار هست. اگر این اتفاق بیفته آنگاه هر دوتای اونا رو میتونیم بنویسیم، یعنی هم fx منهای l کوچکتر از اپسیلون میشه که هست 1/2 قدر مطلق l منهای l پریم، و همین که fx منهای l پریم کوچکتر از اپسیلون میشه که هست 1/2 قدر مطلق l منهای l پریم. دوتایی با هم دیگه برقراره. وقتی دوتایی با هم دیگه برقراره ببینیم چه اتفاقی رخ میده. لذا این نقطه آخر این خطم بذارم که تموم شد جمله فارسیم. جمله بعدی رو دارم شروع میکنم. لذا حالا قدر مطلق l منهای l پریم رو بنویسیم ببینیم چه اتفاقی رخ میده. اینو میشه نوشت l منهای fx به علاوه fx منهای l پریم. اما بنابر نامساوی مثلث که در مورد قدر مطلق داریم میتونیم این دوتا رو جدا کنیم، یعنی بنویسیم l منهای fx قدر مطلقش رو ببندیم به علاوه fx منهای l پریم. این یه تکنیک خیلی جالب هست که در این اثبات‌های حدی ما ازش استفاده میکنیم. l منهای fx کوچکتر میشه از اپسیلون، fx منهای l پریم هم کوچکتر میشه از اپسیلون، چون قدر مطلق l منهای fx هم قدر مطلق fx منهای l میشه 2 اپسیلون. 2 اپسیلون یعنی چی؟ یعنی قدر مطلق l منهای l پریم. چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که قدر مطلق l منهای l پریم کوچکتر اکید هست از قدر مطلق l منهای l پریم. این امکان نداره و این تناقض فرض خلف ما رو باطل میکنه، یعنی که ما اشتباه کردیم از اول که گفتیم l و l پریم متفاوت باشن. نمیتونه این اتفاق رخ بده، پس l و l پریم با هم دیگه برابر هستن. پس اثبات کردیم که حد در صورتی که وجود داشته باشه منحصر به فرد.